سلام، من حسامم. اینجا وبسایت Rocket.ir و اینم دوره آموزش HTML. اگر این جلسه رو میبینید به احتمال زیاد مایلید که طراحی سایت یاد بگیرید. طراحی سایتی که در حال حاضر اکثر کسب و کارها، اکثر اشخاص نیاز دارن که یک وبسایتی برای خودشون داشته باشن. و برای اینکه این سایت های شکل بگیره، قدم اول یادگیری HTML که من در طی این دوره قدم به قدم سعی کردم مواردی که واقعا نیازه. ببینید من 15 ساله که دارم کد نویسی میکنم، نه فقط HTML، چون HTML زبان برنامه نویسی نیست. یکی از راحت ترین زبانهای نشانه گذاریه که توی دنیای برنامه نویسی وجود داره و در طی این سالیان این رو من فهمیدم که فقط یه سری تگ هاست که خیلی زیاد استفاده میشه و کاربردیه. اگر میرید سر وقت این دوره‌ای که میشینم برای شما تمام تگ های HTML رو لیست میکنن، به احتمال خیلی زیاد میتونم بهتون بگم اون دوره به دردتون نمیخوره، چون واقعا در طی این سالیان فهمیدم که آقا یه سری تگ هاست که فقط کاربردی توی HTML و سری تگ های خاص که توی شرایط خاص میرید دنبال سرچ میکنید و به دستش میارید. برای همین این دوره هم از نظر محتوایی کاملا اوکیه و بدون هیچ نگرانی میتونید محتوای این دوره رو برای یادگیری HTML ببینید و همین که این دوره و محتواش هنوز قدیمی نشده، کاملا اوکیه و شما من همین الانم اگر قرار باشه وبسایت رو پیاده سازی بکنم، دقیقاً از همین محتوایی که توی این دوره براتون توضیح دادم استفاده میکنم. مطمئن باشید خیلی راحت در طی کمتر از یک هفته با دیدن این ویدیوهای این دوره میتونید خیلی راحت حداقل درک مناسبی نسبت به HTML به دست بیارید. اگر نگیم خب کاملا HTML رو بشناسید. اکثر شما قطعا این حالت به وجود میاد برای شما. HTML رو کامل میشناسید تا حدی که بتونید برای پروژه خودتون کارهای مختلفی رو با HTML انجام بدید. ولیکن اون مابقی داستان، مابقی افرادی که این دوره رو میبینن، حداقلش دارم میگم درک مناسبی از HTML به دست میارن و با تکرار و تمرین شما میتونید روی HTML مسلط بشید و دقت بکنید که HTML یک زبان برنامه نویسی، من تو ویدیوی بعدی هم توضیحش میدم، یک زبان برنامه نویسی زبان نشانه گذاریه. مثلا من اینجا بیام نشونه گذاری بکنم، خب الان این هدر منه، این فوتر منه، این کانتنتیه که بعد اینجا با این سایز قرار بگیره، هدینگ منه، این موارد مشخص میشه. و دقت بکنید، بازم میگم تاکید میکنم اصلا روی این داستان که محتوایی که توی این دوره ارائه کردم واقعا اون محتوایی که شما لازم دارید. دنبال دوره‌ای نگردید که مثلا 10 ساعت بخواد بهتون HTML یاد بده، اصلا کاربردی نیستن و یهویی کلی اطلاعات بهتون تزریق میکنن که واقعیتش مورد استفادهتون قرار نمیگیره. خوشحال میشم که در این دوره شما رو داشته باشم و در آخر دوره شما بیاید کامنت بذارید که خب این دوره خیلی عالی بودش. که کما اینکه اگر برید الان نظرات صفحه اصلی دوره و آخرین جلسه این دوره رو ببینید، چنین نظراتی رو میتونید مشاهده کنید خیلی راحت و امتیاز به شدت بالای این دوره داره. اگر به امتیاز این دوره از صفحه دوره دقت بکنید، امتیازش خیلی خیلی بالاه. خیلی سریع میتونید استارت بزنید و با من HTML رو یاد بگیرید.